برادران من، پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستورهای عجیب دادند. از حالتهای روز قیامت بر ما خبر دادند: ای دردمند و ای کسی که به تو یگان ناخوشی رسیده باشد، شاید که تو غمگین باشی و شاید که در دل تو یگان ناآرامی باشد، اما فکر کن در کدام حالت می استی در نزد الله روز قیامت. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: شهید را می آورند، برای او ترازوی اعمال گذاشته می شود. راستگار را می آورند، برای او نیز ترازوی اعمال گذاشته می شود. بعد از آن شخصی را می آورند که در دنیا با مصیبت امتحان شده بود، برای او ترازوی اعمال گذاشته نمی شود. الله اکبر. می آورند شخصی امتحان شده را، برای او ترازوی اعمال گذاشته نمی شود، زیرا که وی در دنیا جزای اعمالش را گرفته است. وی چنین عذاب مشقت ها در دنیا داشت که از برای این الله خطاگی و گناه های او را بخشیده بود. وی پس از پاک شدن از دنیا برآمد برای واخوری با الله عزوجل که از آنها راضی است.